بشتابید فقط در چهارراه استراتژی امشب کلاش بگی قیش قیش نکنه. 3 راهبرد عمده و گرهگشا برای خروج عظما از کلیه بنبسا همینجا در چهارراه استراتژی تا لحظاتی دیگر. اینجوری که گفتی منم علاقمند شدم. بگو بینم اون 3 راه حل گره‌گشا چی بود؟ آیا دکتر من چه میدونم راه برد گرهگشا واسه عظما چیه؟ امیدوار بودم شما برامون توضیح بدین. اگه خودم بلد بودم که می‌نشستم جای شما قربونت برم. همه رو مار نیش میزنه ما رو حلزون. خودت لوس نکن بینم سوال درستایی بکن دیگه تا با چتر نذارم تو سرت. یه دکتر این آژانس انرژی هسته‌ای بدجوری پاپیچمون شده. انگار همه این شایعات کذب و سراپا دروغ که زهور و مقام عظما در رفته راسته. هی میگیم اینجا که شما میگین سایت هسته‌ای قالیشوییه ولی باور نمیکنن. تازه نامردا درصد غنیسازی اورانیومش هم حساب میکنن میذارن جلومون. خب بهتر نیست کوتاه بیایم و حرفاشون گوش کنیم که تو این وانفسه اقلا آژانس واسه خودمون داشته باشیم. مگه مشنگی؟ خب وقتی بخوام کوتاه بیاد یه باره میریم جلو اصل کاری کوتاه میایم دیگه. دکی مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله میفرمودن آقا محمد خان داده بود یه نفر فلک بکنن. دید طرف یه چیزی به اون فلکیه گفت. صدا که فلکیه رو گفت چی بهت گفت؟ گفت قربان میگه 5 سکه بهت میدم یواشتر بزن. آقا بابا خان رفت سراغ یارو گفت خره خب 2 سکه بده خودم میگه مثلا نذارنت دیگه. روشن شد یا سکه میدی تا دیگه روشنت نکنم. آیا دکتر یه زمانی بود که برای پیش بردن خط نظام تو عراق نفر شماره 2 نظام قاسم سلیمانی رو میفرستادیم بغداد. آره چقدر خط پیش رفت باش. تو همون فرودگاه بغداد که تو میگی زدن خطشو براش پیش بردن. الان که این شمخانی رو میفرستیم همه میفهمن کفگیرمون ته جیگم رد کرد. آره خب به اندازه 10 تا سخنرانی داد میزنه که اول او قاآنی مشنگ جانشین سلیمانی چقدر بی‌عرضه است. ثانیاً دیگه آدم واسه عضو نمونده. البته این شمخانی همش هم ضرر نیست برای عضو قوت قلبه که بدون هر چه اوضاع خراب بشه یه برگ آخر واسه رو کردن داره. حیف برگ نیست های دکتر آدم قحطی بود که از شمخانی تعریف میکنی شما. خب ببین همین که چند روزم شده این یارو رو برفسته یه جای دیگه میدونی چه نفس راحتی میکشه عضو. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله میفرمودن مشنگه همیشه کفش تنگ بخرید که پاشو میچلوند و دادشو میبرد هوا. بهش گفتن خب چرا کفش اندازه نمیخری؟ گفت آخه نمیدونیم وقتی درش میارم چه کیفی داره. دکتر آخه این مشنگ چه مسئله میتونه حل کنه؟ رفته گفته هر کی بخواد ما میتونیم تجارب مبارزه با کرونا رو بهش بدیم. این هر جا حرف میزنه به همه روحیه و اعتماد به نفس میده. مرحوم ابوی همیشه به بزن بهادر کوچیکه داشتم قلوب تو میفرمودن بزن بهادر کوچیکه. عرض میکرد ها میفرمودن که ها و زهر مار بگو بله. عرض میکرد بله. بعد میفرمودن واسه اینکه از زندگی ناامید نشی همیشه چند تا رفیق بدبخت‌تر و مشنگتر از خودتو دور و برت داشته باش. دکتر این شمخانی یه خوبی هم داره که حفاظت سر خوده. آره. هیچ وقت موشک بهش نمیزنن. اگه همینو گفتی چرا؟ خب هیچ احمقی نمیاد موشک به اون گرونی خرج یه آدم 2000 بکنه که. آفرین الان دیگه استراتژی شدی برای خودت. هم استراتژی و هم اقتصادی. البته زیر سایه شما دکتر. اشکال نداره. دکتر اقتصادمون الان تو حالت کوماست. روی 1 میلیون بشکه فروش نفت حساب کرده بودیم الان کو تولیدش تازه قیمتش هم اینقدر اومده پایین که دیگه قاچاقش هم صرف نمیکنه. مالیات هم که نمیشه گرفت. نگران نباش از همین شنبه درست میشه. کدوم شنبه های دکتر؟ اون شنبه‌ای که حاجی روحانی گفته بود که ویروس میره اون میشه فردای همون جمعه‌ای که از رادیو خبر بنزینو شنید. نمیشه از کشورهای متحدمون کمک بگیریم آی دکتر قرض بگیریم که بعدن که پولدار شده پسشون بده. دوباره خراب کردی که داشتی استراتژی میشدی ها. متحد کجا بود؟ مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر.
عرض میکردم بله. میفهمودن ترقه وقتی ورشکست شدم نصف دوستان دیگه منو نمیشناسن. گفتن خب اون نصف دیگه چی؟ گفت آخه اونا هنوز نمیدونن ورشکست شدم. روشن شد یا بفرستم دنبال سوالمو ورشکستگی. بپرسم آقای دکتر، سوریه و عراق چی؟ اونا که همش پولای خودمونه. ذکی مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله. میفهمودن پدر بزرگی داشت سیگار میکشید، به نوهش گفت بیا تو هم یکی بکش. نوه گفت بابا بزرگ من سیگار نمیکشم، همین که از روزگار میکشم بسمه. پدر بزرگی گفت نفله، از جیب خودت برداشتم. نوه گفت والا به خدا تو جیب من سیگار نبوده. با بزرگی گفت پول که بود. آقای دکتر برم سر بحث کرونا. اینکه آمار نمیدیم قبول، خب اینکه هر کی هم تو نظام یا توییت میکنه که یه گوشه از آمار میزنه بیرون یقشو میگیریم که 3 ساعت بعد توییت دیگه بده که غلط کردم قبول. خب. ولی اینو چیکارش کنیم که ویروسی رو که کل دکترای دنیا هنوز نتونستن راستی ریسش کنن، عظما میگه چیز مهمی نیست و گندش نکنین، ولی از اون طرف خودش سخنرانی سالانه‌شو تعطیل میکنه. آیه دکتر اینم قبول کن، این پیش اون یکی مشنگه هیچی نیست. اون که گفت شنبه تموم میشه، نه بابا قربونت برم، سلامی رو دارم میگم که کشف کرده که کرونا جنگ میکروبی آمریکا با ماست. آی دکتر این همین حرفشو تو نامش هم نوشته بود، من مخصوصا نخوندم که این اعصابتون خورد این نشه. سلامی رو بعدش هم بردم بازدید گاوداری، همچه که رفت تو سالن پر گاو یه نگاهی که گفت عجب آینه کاری قشنگی داره. مشنگ نمیگه آمریکا چرا ویروسی رو که واسه ما طراحی کرده فرستاده تو حلق خفاش چینی. بعد از کجا میدونست که ماهان ایر چین رو ول نمیکنه میره ویروس رو برمیداره میاره قم؟ بعد از کجا میدونست که ما قم قرنطینه نمیکنیم؟ بعد از کجا میدونست که 200 میلیون ماسک و برادرای قاچاقچی احتکار میکنن؟ از کجا میدونست که خلاصه آیا دکتر نمیخوام قیاس کنم ولی خودم دوران نوجوانی یه اولاغ داشتم، همونقدر که شما 18 چرخ با بار میلوگرد سوار شدیم من اولاغ سواری کردم. یادش بخیر یه سوزن جواردوز داشتم، اول که سوار میشدم یه کوچولو اشاره میکردم اولاغ تیکاف میکرد چانم میرفت. هر وقت میخواد سرعتش کم کنه دیگه جواردوز نمیزدم، فقط نشونش میدادم. میفهمید چشماشو درشت میکرد، گوشاشو سیخ میکرد، دوباره که رفتی. کس این که بدتر شد که همه فهمیدن که تو به همون زبون نیمه استراتژیکی خودت داری میگی مقام معظم رهبری مقام عظما به اندازه اولاغ هم نیست که یه من جوانو کی این حرف زدم آی دکتر؟ این هنوز به خدا اندازه اولاغ